خیرت منم آواز طلایی به راه دادن. من باوری کامل دارم که همینجا 100% مخلصای من مخصوص برای آواز ما اومده. رحمت شما، با رحمت. حافظ بسیار شده. همین فصل بهار با تندر چراغک میزند و پگدو تا حافظ میبرد. ما با امید که تندر چراغک زند و خاچ و نسترن و دیگر مثلا چیزای بهاری بسیار شود، نه برعکس. یک تندر چراغک 4 تا حافظ، 5 تا حافظه، 11 دیگر رقاصه. بعد فکر کردم فهمم که کدامی اگر روسیه رفته نمیتونست حافظ میشده. خفه نشوید، این چیزی عادی. کدام گل دختر اگر شوهر کرده نمیتونست حافظ میشده. درست پس رکلام. بعد در قدای راه میبینیم ماشینای سیاه‌شیشه با زارولیون. سویتافورای نگاه نمیکن چراغا کویا. پیش خود جقیده میره، زیر کده میره. و کس حافظه کویا کن. همه چی باید چی میگن؟ زیلیونی ده کن، سبز ده کن. موی پچخ کرده گذاشته میره ده کن. خیلی. منیجر دولت ها برآمده است. پگاه کوچه امروز همه میگه منیجر دولت های پیشش میره. عقبش افتی منیجر دولت ها پیش میری نه یک کمپیر 45-50 ساله. پیشتاز کسی میگه که منیجر. یا که شبنم سرای برآمده است. درست پس میگه او شبنم دویده میرن. افتوگراف گفتم من میگم چیکار سرویسی ما شبنم سرای نه شبنم این شبنم نه تو شبنم می. این نه ما هم تو ماننده کنم دو وای نکاش میگه بوای. با حافظ بسیار شده. با من با عزت نفسی یکم حافظ نمیرم. من بیات هنرمند دوست میدارم. من خودم هنرمند کو. لیکن بیشتر هنرمند ها من خفه میشن. خفه نشم. هنر نیست. همین هنر نباشد و با واسطه تماشابین با واسطه اتومات و تانکا و پوشکا و تاواکت آورده نمیشه. و هم خیلی می. از با کجای مثلا اگر یکون چورابینی فرنگی شود در راه حافظای بیهنرات کو تاوبازی میکنن. رئیسای کالخوز اکیم کجا زنگ میزنن؟ تو کیم که های زنگ نمیزنن؟ با ماشینو قدیمی بیان. همین جیانی من باید یک تا بخونه ده. معلوم که مدنیت خودش هم چنین مدنیت جیانش. اما مایل گاب نیست خونه نیست که آواز نداره برویا. آواز نیست، آواز باید اصلی باشه داخل بینی. همین کامپیوتر زنده باشه. اونجا باید زنده خونی میگن نه جیانی من مرده میخونم. من چیزی که باور کنیم من اصلی گفته ایستادم همین چیزا هست ایده. باز ماتوش حافظ میبینه حافظ جوان. یک روز زنگ تلفنی شد. خیلی واخوری کردیم. یکی دو نفر اومدن. سلام علیکم برات نغزیم. گفتم نغز رحمت جوره. چه یکون خدمت می؟ یکون توی مرکه می؟ نه ما حافظیم. گفتم من یکون بار ببینم کو خیدک ما حافظیم. خب گپ نیست گوش میکنم. چی گپه؟ یک کلیپ که هستیم. چی کسادی؟ کلیپ. خب با اما کلیپ اشتراک میکنی. من گفتم اگه اشتراک نکنم چی میشه؟ نه همین گپا بینتون ده. اشتراک کنی اگر اگه همون کلیپ حیوان نشده گفت. تو شعرت بیار من یه بار شعر توی خونم فهمم بینم وای چی آخه چی معنا داره؟ شعر همین خیلی وقتی که ما میخونیم برای یه دخترک آچش سور میکنه. آچی کی؟ آچی زلیخا. بعد ایسر دیوال با او دیوال دیگه خودت میپری گوسوده. من گوسوده. من گفتم دودر من تو چی؟ من در تو جک چند یکنم. و من نمیتونم باید من یکم ورزشگر نیستم. من یکم کاسکادیور نیستم. تو پرجوره؟ نه من اونجا لباسم غشت میشده گوسوده. بعد میفهمم لباسای مغازه‌ای من کلون هستن کو $500 $600 ارینده گرفته میومدی وای بعضی حافظا. خلاص با میگه که شعر ای کی؟ شعر ای خودم. آهنگش ای کی؟ آهنگش آتام نوشته میگه. آرانژیروفکش اوچه نوشته کی نمیتونه؟ یادش چی میگه؟ این نوبتی من دروهاکی من فتا ریپ خون شده بو. گل سارا با یک از دیگه قفا سارا وقتی که تو میدوی کوکولاکود میپرن. خلاص من باوری کامل دارم برای همه ما در جستجوی آواز طلایی هستیم، در جستجوی هنرمندای اصلی هستیم. این استادای استادگیان